تاریخ مدینه و دمشق جلد 42 مال حافظ ابن عساکر. ایشون ببینید شرح حال حضرت علی علیه السلام صفحه 299. یه ماجرای خیلی عجیب. ببینید اعمش از راویان بزرگ و ائمه حدیثی شما اهل سنته. ما شیعیان هم خیلی از روایاتش قبول داریم در کتابمون. اومده میگه که ما اومدیم به اعمش گفتیم که از این احادیث نقل روایت نکن، لا تحدث هذه الاحادیث، از این حدیث ها چیزی به مردم نگو. بنده خدا اومد گفت خب بابا شما بگید از این حدیث ها که شما منع میکنید، الان میگیم دوستان حدیث چیه، شما میگید من این حدیث ها رو نگم، خب من چیکار بکنم؟ تحت فشار قرارش دادن. گاهی موقع من یادم میره از این حدیث ها میگم. میگه که فاذا سالونی عن شیء من هذا و سهوتو فذکرونی، اگه دیدید من حواسم پرت شد از این حدیثا گفتم یادم بندازید سریع. آقا یه روز ما در کلاس درس اعمش بودیم، یکی اومد ازش درباره حدیث قسیم النار، علیون قسیم النار سوال پرسید. خب اون کسایی که اعمش تحت فشار قرار داده بودن میگه که قال فتنحنحت یعنی این سوال از اون احادیث زهرماریه، نگی یه موقع این حدیث از پیغمبر شنیدم، نگی این حدیث سند داره، سند صحیح داره. میگه اعمش اعصابش خورد شد، به هم ریخت. فقال الاعمش هؤلاء المرجئه، این نواسب، این کسایی که امیرالمؤمنین قبول ندارن، جبری مثل ابو حنیفه و دیگران، اینا اجازه نمیدن او حدثو به فضائل علی رضی الله عنه. بابا یه فضیلت میخواد از امیرالمؤمنین بذاره، امام خودتون، محدث بزرگ خودتون رو شما تحت فشار گذاشتید، اجازه نمیدید نقل بکنه. میگه اخرجوهم من المسجد حتی احدثکم، اینا رو از مسجد بندازید بیرون تا من نقل حدیث براتون بکنم.